بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، امروز معرفی خود صفحه کامپیوتر داریم و هر آن چیزی که ضرورت به معرفی داره بر شما معرفی میکنیم. و ویندوزی که قرار است ما بر شما درس بگیم ویندوز 11 است که فعلا بالاترین ورژن در بازار است. اینی صفحه خالی را که شما میبینید در بک‌گراند به نام دسکتاپ نامیده میشه. هر آن چیزی که در روی صفحه قرار داره به نام ایکانز نامیده میشه. اینی میله که در پایین موقعیت داره به نام تاسک بار نامیده میشه. اینی بغل به نام ویجت نامیده میشه. اینی علامه ویندوز که دارد به نام استارت منو یاد میشه. اینی را به نام سرچ باکس، در پالای ازیکیت به نام تاسک ویو. اینی برنامه‌ای که اینجا قرار داره به نام لنج بار یاد میشه. و این طرف داریم به نام دیت اند تایم بار. دیت اند تایم بار. اینی بود معرفی خود صفحه کامپیوتر از ویندوز 11 داریم. راست کلیک کردن روی صفحه داریم. موضوعات ویو، سورت، ریفرش الا نیو کار میکنیم. ویو چی مانا؟ امی ایکانایی که اینجا قرار داره بخوای بزرگ باشه، سایز بزرگ شوه، از لارج ایکان استفاده کن. خواسته باشی متوسط باشه، میدیم، از استفاده کن. خواسته باشی کوچکتر باشه، سمال ایکان، از استفاده کن. و شارکت های از یکی است لارج ایکان، کنترل شیفت دو لارج ایکان، کنترل شیفت سه میدیم ایکان، کنترل شیفت 4 سمال ایکان. موضوع داریم ایتو ارنج ایکان. یعنی فعلا فعال است. هر ایکانی که شما ایجاد میکنین به شکل اتوماتیک رو تنظیم میکنه. یکی از یوزش از این بخشی است. این بخش اگر فعال باشه شما نمیتونین یک ایتم یک ایکن از یک جای به دیگه جای انتقال بدین. یعنی اجازه بر شما نمیده. وقتی که همین موضوع غیر فعال باشه شما میتونید از یک جای به دیگه جای انتقال بدین اگر خواسته باشی. اینی کاری چی است؟ ایتو ارنج ایکن است. به شکل اتوماتیک پس تنظیم میکنه اگر فعال باشه. موضوع دیگه داریم الاین ایکن تو گرید چی کار میکنه. اینی بر ما اجازه میده از یک جای به دیگه جای انتقال بدیم، اما منظم. چه رقم منظم؟ این در یک ردیف در یک سطح قرار میگیره. اگر خواسته باشی یک ایکن اینجا شما قرار بدین نمیتونی، سیستم اجازه نمیده. اگر خواسته باشی غیر منظم ایکن را قرار بدی شما در اون صورت الاین ایکن تو گرید غیر فعال میگیری. ولی که هر جای خواسته باشی شما میتونین ایکن را جابجا کنین. اینی ایکن های غیر منظم میگه. خواسته باشین دو موضوع را فعال. موضوع دیگه دارین شو دسکتاپ ایکن. ایکن های روی صفحه فعلا ظاهر است و امی تکمه همچنان فعال است. اگر غیر فعال باشه ایکن های روی صفحه گم میشه، هاید میشه. خواسته باشی راست کلیک کن ویو بیا و بخش شو دسکتاپ ایکنز فعال کن. سورت بای یعنی منظم ساختن به اسم، منظم ساختن به سایز و منظم ساختن به نوعیت و منظم ساختن دیت مودیفای. اینی بر ما ایکنا را تنظیم میکنه. بهترین حالت که ما استفاده میکنین سورت بای نیم است. سورت بای سایز چیزی که هر ایکنی که حجم از کم است در اول میاره اینجا و هر چیزی که حجم زیاد است در آخر میاره. سورت بای تایم به نوعیت ایکنات تنظیم میکنه. دیت مودیفای هر آن چیزی که در آخر جور کردی در اول میبره و هر آن چیزی که در اول جور کردی در آخر میره. این کار دیت مودیفای. خواسته باشی از نیم استفاده کن. ریفرش به معنای دوباره تازه ساختن خود سیستم است. دوبار وقتی که شما کامپیوتر رو روشن میکنی باید چند دفعه ریفرش کنید که سیستم آماده کار شود. موضوع دیگه داریم بخش ویو.
نیو داریم، بخش نیو داریم. خواسته باشی فولدر، شارکت، اینی قدر صفحاتی از برنامه ها یا از سافتویر ها شما میتونید استفاده کنید. خواسته باشی فولدر بگیری یا خواسته باشی شارکت بگیری، از استفاده کن. از نیو استفاده میشه.